در دل جنگل‌های انبوه کناردشت، جایی که مه همیشه مثل پرده‌ای رازآلود بر درختان می‌نشینه، مردی زندگی می‌کرد به نام آرش. آرش از مردم کنار می‌گرفت. می‌گفتند شب‌ها صدای زوزه از خانه‌اش شنیده میشه و هیچ کس جرأت نداشت نزدیک شه. روزی آرش برای شکار به کوه سیاه کو رفت، جایی که گفته میشه طلسمی قدیمی در غاری پنهانه. در آن غار با موجودی روبرو میشه که نیمی انسان و نیمی گرگ، موجودی با چشمانی سرخ و صدای زمزمه بار که گفت اگر میخواهی قدرت شکار بی‌نظیر داشته باشی باید بهایی بدی، خونت، روحت و تنهاییت. آرش فریب قدرت را خورد، طلسم را پذیرفت. از آن شب به بعد آرش در شب ماه کامل تبدیل به گرگینه می شد، موجودی میان انسان و گرگ. روحا دختر آرش از کودکی می دونست پدرش پر از رمز و راز. شبها در را قفل می کرد و همیشه از ماه کامل می ترسید. روحا پدرش را در حال تبدیل دید، نه یولا، بلکه مردی شکسته و گرفتار طلسمی که خودش انتخاب کرد. روحا با کمک پیرزنی دانا فهمید که طلسم فقط با عشق واقعی و فداکاری شکسته میشه. در شب ماه کامل روحا به دل جنگل رفت. روحا بالاخره تونست پدرش رو در آغوشش بگیره. تو هنوز هم پدر منی، تو را انتخاب کردم حتی اگر همه بترسن. نور ماه بر گردنبند نقره‌ای رها تابید و طلسم شکسته شد. بخشی از نفرین به روحا منتقل شد. حالا او گرگینه شد، نه شکارچی بلکه نگهبان جنگل. امروزه مردم کناردشت میگن شبهایی که مه سنگینه، صدای زوزه‌ای که از دل جنگل میاد زوزه هیولا نیست بلکه از روحا نگهبان جنگله. او از طبیعت محافظت میکنه. کسانی که با نیت پاک وارد جنگل میشن از خطر در امانند.